رازهای حرمسرای مغول، قدرت و خیانت در دنیای مخفی. آیچی با قدم‌های لرزان در دالان‌های طولانی و پر از سایه‌های سنگین قدم می‌زد. صدای پایش در کف‌های سنگی پیچیده و قلبش به شدت می‌تپید. در ذهنش تنها یک سوال می‌چرخید: چه بر سر من خواهد آمد؟ او از خانواده‌ای ساده بود و هیچگاه تصور نمی‌کرد روزی به دربار تیمور لنگ پادشاه مغول آورده شود. اما اکنون اینجا بود، در قلب حرمسرای پادشاه. یکی از خدمتکاران با نگاهی سرد به او نگریست و گفت: به زودی خواهی فهمید که اینجا دیگر جایی برای انسان‌های ضعیف نیست. در اینجا باید برای زنده ماندن بجنگی. آیچی از آن نگاه سرد و بیرحمانه دچار ترس شد. اما ناگهان صدای در آمد. یک زن با چهره‌ای سرد و سلطنتی وارد اتاق شد. او زینب، یکی از معشوقه‌های اصلی تیمور بود. زینب بدون هیچ مقدمه‌ای به آیچی نگاه کرد و گفت: خوش آمدی به حرمسرا. اینجا جایی است که زنان فقط برای دو چیز ارزش دارند: زیبایی و قدرت. امیدوارم که به اندازه کافی از هر دو اینها برخوردار باشی. آیچی که حالا در برابر دنیای جدیدش قرار گرفته بود، نمیدانست باید چه بگوید. قلبش تندتر از همیشه میتپید. در ذهنش فقط یک چیز میچرخید: من باید در این دنیای تاریک جایی برای خودم پیدا کنم. چند روز بعد آیچی متوجه شد که در حرمسرا هیچ چیز آنطور که به نظر میرسید نبود. زنان با لبخندهای مصنوعی یکدیگر را میستودند، اما در پشت آن لبخندها جنگ‌های سخت در جریان بود. قدرت به سادگی در این مکان تغییر میکرد. یک شب وقتی آیچی در حال قدم زدن در حیاط حرمسرا بود، زینب به اون نزدیک شد و با نگاهی نافذ گفت: میدانی چرا اینجا همه چیز فریب است؟ چون هر کسی در اینجا در پی چیزی بیشتری است. حتی تیمور. او تنها در پی قدرت است، نه عشق. آیچی که با کلمات زینب دچار سردرگمی شده بود پرسید: پس عشق در اینجا چه جایی دارد؟ زینب نگاهش را از آیچی برداشت و به دو دست‌ها خیره شد. عشق در حرمسرا؟ عشق چیزی است که برای چند روز میماند. در نهایت تنها قدرت باقی میماند. آیچی که حالا دچار شک و تردید شده بود تصمیم گرفت که وارد دنیای پنهانی حرمسرا شود و رازهای آن را کشف کند. آیچی در روزهای بعد بیشتر به تیمور نزدیک میشد. او با هر نگاه و هر کلامی که از او میشنید قلبش بیشتر به او وابسته میشد. تیمور پادشاه مغول مردی با چهره‌ای سرسخت و قدرتمند بود، اما در کنار او آیچی چیزی را احساس میکرد که تا آن زمان هرگز تجربه نکرده بود: عشق. یک شب وقتی تیمور و آیچی در باغ مخفی در حرمسرا تنها بودند، آیچی پرسید: آیا میتوانم در دنیای شما جایی داشته باشم؟ تیمور لبخند زد، اما نگاهش به دور دست‌ها خیره بود. دنیای من همیشه در حال تغییر است. کسانی که در کنار من هستند باید قدرت را درک کنند و در این دنیا چیزی به نام معصومیت وجود ندارد. آیچی با ناامیدی گفت: پس من هرگز در این دنیای شما جایی نخواهم داشت. تیمور به آرامی به سمت او آمد و دستش را گرفت. نه، اگر به اندازه کافی شجاع باشی میتوانی جایگاهی پیدا کنی، اما باید آماده باشی که برای رسیدن به آن از بسیاری از چیزها بگذری. یک روز وقتی آیچی در حال مراقبت از تیمور بود، متوجه شد که زینب و حلیمه، یکی از زنان حرم، در حال تبادل کلمات مشکوک هستند. حلیمه به زینب گفت: اگر او را کنار نذاری، او به زودی جای تو را خواهد گرفت. باید دست به کار شوی. زینب با صدای آرام و تهدیدآمیز جواب داد: او درک نمی‌کند که قدرت تنها در دستان من است. نمیگذارم هیچ کس جایگاه مرا تهدید کند. آیچی که این مکالمات را شنید به سرعت متوجه شد که تنها در برابر این زنان رقابت ندارد، بلکه باید با توطئه‌ها و خیانت‌های آنان دست و پنجه نرم کند. اگه میخواید ادامه این داستان هیجان انگیز رو بشنوید، حتما ما رو دنبال کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا قسمت بعدی رو از دست ندید.